العلم از عبدالمحسن ابن قاسم، مؤلفش عبدالمحسن ابن قاسم است حفظه الله تعالی، امام خطیبی مسجد مدینه منوره که در مبحث پنجم قرار گرفته بودیم. در این مبحث پنجم الحرص علی الوقت، حریص بودن در وقت، استفاده وقت، و الصبر فی طلب العلم، و صبر نمودن در طلب علم، و صحبت الصالحه و همنشینی صالح داشتن در حیات انسان. این اهمیت ویژه‌ای دارد. برای همین مؤلف این نکته مهمی رو در اینجا برای ما ذکر نمود. ما تلاش می‌کنیم که هر یک اینها رو با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همدیگر بخونیم و این مسائل رو از خود نماییم و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم که بر ما دست بگیرد. اولا الحرص علی الوقت، حریص بودن طالب علم در استفاده وقتهایش. اقسم الله بالفجر والضحى والعصر والنهار والليل. الله سبحانه و تعالی به فجر قسم خورد، به ضحى قسم خورد چاشت، به عصر قسم خورد و به شب و روز هم قسم خورد. تذکیرا لاهمیت الزمان، به خاطر چی الله سبحانه و تعالی بر این روزها، بر این وقتها قسم خورد، بر فجر، به ضحی، به چاشت، به عصر، به شب و روز، تا اهمیت زمان را دانشجو و طالب علم یادرس شود. پس سرمایه تو در آخرت همان است که تو آن را در این دنیا انجام میدهی. برادر گرامی و خواهر گرامی قدر، سرمایه تو در آخرت همان چیزی است که تو امروز برای آن تلاش داری. پس بر حالت بینگر که تو به سوی چی تلاش داری. الله قسم یاد کرد در اینجا. پس این وقت یک نعمت و یک امانت است. الله در اینجا بعضی از وقتهای معین رو فجر، ضحی، عصر، شب و روز قسم یاد کرد تا بر انسان فهمانده شود که این زمانی اوست و این زمان را به ارزش قرار ندهد و این که از این زمان استفاده برد برای آخرت خود سرمایه بگیرد. عملهایی که تو را در این دنیا موفق و در آخرت خوشحال و خوشبخت میگرداند. این وقتی که در این دنیا سپری کرده ایستاده‌ای، پس نتیجه آن اگر این وقت تلف شد دیگر تو آن را جبران کردن نمیتوانی، چون آخرت میدان جمع آوری است دیگر. پس نتیجه در اینجا تو حاصل رو میکاری و در آخرت هر چی که داشتی جمع آوری میکنی. برای همین شیخ میفرماید در نقطه دوم احفظ وقتت رو حفظ کن، واغتنمه بما ینفع، و آن را در چیزهای سودمند غنیمت بیشمار. قال نبی رسول الله فرمودند احرص علی ما ینفعک، حریص باش در آن چیزی که بر تو نفع میرسد. واستعن بالله ولا تعجز، و از الله کمک بخواه و ناتوانی نکن، ناتوانی نشون نده. حفظ وقت خود را در کارهای باید تو سپری نمایی که بر دین تو، بر دنیای تو، بر اخلاق تو، در علم تو، در سلامتی رزق و روزی تو فایده بخشد. حریص باش در آنچه که بر تو فایده میرساند. اول مقصدهای فایده آور را انتخاب بکن، سپس برای انجام آن تلاش نما، حریص باش و در آخر از الله سبحانه و تعالی کمک بخواه. و در نقطه آخر پیامبر چی گفت؟ ولا تعجز، ناتوانی نشان نده، تسلیم مشو، تنبلی مکن. بدتر انجام میدی هم با گفتار نه، بلکه آن را در حال انجام میدی. و بدون که مسلمان همیشه بین دو چیز در حرکت است، بین عمل و توکل بر الله سبحانه و تعالی. و مؤلف می‌فرماید که من اسباب نبوغی من نبغ من العلماء، از سبب‌های برجسته شدن کسی که از میان علما برجسته شد که آنها عمرشان را با حفظ زمانشان و همنشینان دوستان صالح که آنها را با طاعت پروردگارشان یاری می‌دهد سپری می‌کردند. از سبب برجسته و بزرگ شدن علماها که نام آنها در این عرصه جهان می‌درخشد حفظ وقت، همنشینی صالح. بسیاری از آن عالمانی که درجات بزرگ و مرتبه عالی را داشتند استعدادشان از دیگران فرق نداشت، اما آنها وقت خود را در بیهودگی سپری نمی‌کردند. با آدمان می نشستن که آنها را با طاعت عبادت الله نزدیک میکرد، نه اینکه آنها را از الله دور بسازد. برای همین دوست یا تو را بالا میبرد یا تو را سوس میکند و میافتاند. پس کسی که علم میخواد باید با نشستن در اهل علم و آموختن علم و کتابخوانی و گوش کردن درس‌ها باید عادت بکند. از بیهودگری، بیهوده سخنی، بیهودگویی دور باشد، از بیهودگویان دور باشد. پس برای پیشرفت تنها کوشش بسندن است، مهم وقت رو استفاده بودن و توکل به الله سبحانه و تعالی. کما ان حفظ الوقت سبب فی تحصیل العلم، برای هم میگه همچنین حفظ وقت سبب است برای به دست آوردن علم. و اختیار مکان خالی و شواغل ذهنی سبب فی اغتنام وقت،
پس انتخاب جای خالی و از چیزهای پریشان کننده، سببهای پریشان کننده دور شدن برای غنیمت داشتن وقت خود و استفاده بودن آن برای حفظ و فهم اینطور کمک می‌نماید. ابن جوزی می‌فرماید که لا يحمد الحفظ بحضرة حضره، حفظ در حضور سبزه زیبا نیست و در ساحل دریا نیست، زیرا این زیبایی بر انسان غلبه میکند. پس خالی بودن ذهن، آرامی مهم است. تمرکز در اینجا به دست می آید. پس چرا جای آرام لازم است؟ چون پریشانی خود را دور می سازد، پراکندگی ها را یک طرف می کند، خاطره انسان را دقیق می نماید. اگر چیزی باشد که تو را پریشان کرد، از آن علمی که می خواهی به دست بیاری آن را از دست می دهی و وقت تو را بیهوده صرف می نمایی. از پریشانی ها دور کردن خود، از پریشانی ها دور بودن سبب نیکویی و در علم انسان افزایش می بخشد. می فرماید که من حفظ وقته رزقه الله الاخلاص، هر کسی که وقتی خود رو حفظ نمود الله متعال اخلاص را در عملش رزق می دهد، می گرداند و در عملهایش برکت پیدا می شود. ابن قیم رحمت الله علیه می فرماید که وقد شاهدت من قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه، وقد شاهدت من قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه، من از قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه مشاهده کردم، دیدم در کلامش، در اقدامش، در قدم گذاریش، در نوشتن او چیزهای عجیبی رو مشاهده کردم، دیدم. ابن قیم میگوید فكان يكتب في يوم من تصنيف ما يكتب ناسخ في جمعه. میگوید من از شیخ الاسلام چیزهای را مشاهده میکردم در سخنش، در رفتارش، در نوشتنش، در خواندنش عجیبی رو. او چیزی را در یک روز کتابت میکرد مینوشت که نویسنده ماهر این رو در یک هفته مینوشت. نویسنده ماهر این رو در یک هفته مینوشت. این سخن ابن قیم در کتابش وابل الصیب ذکر کردند رحمت الله علیهم. یعنی که الله چنان در علم و در وقت وی برکت رو عطا کرده بود که در یک روز عملهای زیادی رو انجام میداد که دیگران این عمل رو در یک هفته انجام میدادن. این رو برکت میگویند. نه تنها سرعت بلکه ثمره که اساس آن اخلاص است و استفاده وقت و بی‌پروایی نکردن در آموزش علم.